سلام دوستای عزیز، امیدوارم صحتمند باشید. چگونه میتوان کامپیوترمان را بر اساس یک زمان بندی مشخص خاموش و یا دوباره ریستارت بکنیم؟ سولوشن یا راه حل میتونه دوستا پروگرام CMD باشه. ما شما میتونیم توسط پروگرام CMD و یک کامند فوق العاده عالی کامپیوترمان را بر اساس یک زمان مشخص خاموش بکنیم و یا ریستارت بکنیم. برای این کار میریم پروگرام CMD را باز میکنیم، نشون میکنیم shutdown /s یعنی خاموش شوه /t بر اساس یک تایم. بر اساس ثانیه ها دوستا کار میکنه. اگر یک نشه کنیم 1 ثانیه بعد، اگر 60 نشه کنیم 60 ثانیه بعد کامپیوتر خاموش میشه و اگر 600 نشه کنیم کامپیوتر 600 ثانیه بعد خاموش میشه، یعنی 10 دقیقه بعد. Windows will shut down in 10 minutes. اگر بخوایم این کامند رو دوباره ما شما کنسل بکنیم shutdown /a abort میشه دوستا. و هرگاه بخوایم دوباره کامپیوتر رو ریستارت بکنیم بر اساس زمان نشه میکنیم shutdown /r/t بر اساس زمان 60 یعنی 60 ثانیه بعد دوستا ریستارت شود. و تشکر.